سلام دوستان، یه پمپ هیدرولیک داریم مربوط به ماشین 530 هست. هر چند وقت یه بار نیاز به سرویس داره که امروز میخوایم باز کنیم و سرویسش کنیم، انشالله که به دردتون بخوره. خب دوستان، این یه پمپ اصلی هست. اینو اول بگم، اگه سیستم هیدرولیکتون بدون روغن کار نکرده باشه، یعنی شیرنگی چیزی پاره نشده باشه که تا برسید به مکانیک بدون روغن مونده باشه و خوش نچرخیده باشه، هیچ نیازی به باز کردن این پیچا نداریم، یعنی به داخلیش هیچ کاری نداریم. ولی حالا محض اطمینان برای اینکه ببینیم توشم چه خبره، میتونیم باز کنیم و خیلی راحت سرویسش کنیم و ببندیم. خب حالا ما این پیچا رو بازش میکنیم. خب حالا میتونیم در رو خیلی آروم درش بیاریم. خب دوستان، درش رو باز کردیم. این هم همون ماه خورشید که میگن داخلش هست و اینها رو باز کردیم. خوشبختانه این بدون روغن نمونده و هیچ مشکل سایدگیری نداره. اگه این در رو باید نگاه کنید، این قسمت ها رو روی سنباده 3000 باید یه دور بیارید روش و کامل تمیزش کنید. اگه مثل این مورد هیچ خط و خشی نداشت، یعنی این اوکیه و بدون زوزه و صدا اضافی با قدرت برای میتونه کار کنه. حالا اینجا این قسمت رو خیلی راحت میتونیم با یه مفتول درش بیاریم. میرسیم به زیر. این هم همون خورشیدیشه. خواهی نمیزه. الان داخلی این یه قسمتی هم که ممکنه در اثر بیروغنی یا روغن کثیف سابیده بشه، این قسمت پایینش که این هم مثل این بقیه میتونیم راحت درش بیاریم. اگر بولبرینگش ایراد داشت، یعنی پمپتون صدا بولبرینگ میداد، حالا این بولبرینگش هیچ مشکلی نداره. ولی اگه صدای بولبرینگ خراب میداد، میتونید زیر دستگاه پرس از اینجا فشار بدید، از اینجا فشار بیارید، بولبرینگ و شافت کامل میاد بیرون و میتونید بولبرینگش رو هم عوض کنید. اگر توی پمپتون خیلی سیاه و کثیف بود، میتونید همه این قطعات رو اینجا رو، این یه بولبرینگ این قسمت هست، بعد کل داخلی اینجا هم در میاد. این هم با همین مفتول میتونیم بکشیم بیرون. اینجا رو در میتونیم کامل داخلش رو تمیز کنیم. لاینای ورودی یکی اینجاست، یکی هم این قسمت زیره، اونجا زیر. میتونیم اونا رو همه رو تمیز کنیم و باد بگیریم. وقتی که باد گرفتیم، یه نکته تو بستن پمپ اینه که این پروانه هست، اینا رو که شستید نگاه کنید، اگه دیده بشه نگاه کنید، یه طرف صافه، یه قسمت صاف تخته، یه قسمت حالت گردیه، نگاه کن حالت ماشین خورده است، حالت نیم دایره است. ولی این قسمت تخته. اون قسمت تخت میفته سمت داخل، اون قسمت ماشین خورده و نیم گرد
که حالت گرد داره اون میفته سمت بیرون که اینجا خوردگی ایجاد. اگه برعکس بندازی بعد یه مدت اینجا خوردگی ایجاد کرد و پمپتون صدا میده. موقع فرمون چرخوندن پمپ صدا میده. برای اینکه بتونیم راحت جا بزنیم اینو، روی این قسمت یه سوراخ داره که اونو میندازیم بالا. اینو میندازیم بالا. این دوتا سوراخ هم میندازیم روبروی این دوتا سوراخ. مهم نیست که کدوم سوراخ ببین، یعنی بالا پایینش مهم نیست، چون دوتا سوراخ این اطراف داره و هیچ اهمیتی نداره که کجا بندازید. نگاه کنید این سوراخ برای جا زدن خورشیدی. نگاه کنید این داخلش از یه طرف حالت چرخ دنده داره، از یه طرفش دنده خورده، یه طرفش دنده های یه مقدار داخل تر هست. باشه این دنده تا آخر نیومده، یه ور صافه یه ور حالت چرخ دنده. این سمت صاف رو میندازید پایین. سمت صاف باید پایین باشه. اگه این چرخ دندگی پایین باشه اون وقت این کامل سر جاش نمیشینه، بالا وای میسته و پمپ کار نمیکنه. حالتی که این طرفی که صافه، چرخ دنده ها صاف است، اون باید سمت پایین باشه. خب اینم هست. حالا برای تست این که اینا جا افتاده با مفتول اینو تستش میکنیم که سر جاش باشه. یه اورینگ اینجا داره، یه اورینگ هم همون قسمتی که ما در نیاوردیم پایین بود اونجا داره. این دوتا اورینگ هم میتونید عوض کنید که دیگه خیالتون بابت هر مدل نشتی و اینا دیگه راحت باشه. برای اینکه بخوام درشو بذاریم و ببندیم که خیالمونم راحت باشه، یه مقدار روغن هیدرولیک همینجا میریزیم که اون اول کار خشک و بیابالف نچرخه. و حالا میتونیم اورینگمون رو که عوض کردیم در رو بذاریم. پای فشار خیلی آروم جا میره و میتونیم پیچامون رو ببندیم. این پیچه هم هیچ نیازی نیست که خیلی سفت کنید. همین که زیر دستتون سفت شد و احساس کردید که دیگه نمیچرخه، پیچ رسیده به آخر، میتونید دیگه اونجا کافی باشه و زیاد سفتش نکنید. خب ما پیچامون رو سفت کردیم. الان قسمت داخلی پمپمون بدون ایراد برامون کار میکنه، بدون ایراد نشتی برامون کار کرد. ولی یه نکته ای که گفتم، اگه پمپت رو بدون روغن نمونده باشه و خشک کار نکرده باشه اصلا میتونید، و صدای بولبرینگ هم نده، اصلا میتونید به این قسمت شما دست نزنید. همون رو کار رو خود ماشین این قسمت رو یه بوکس 24 میخوره، حالا من شلش کردم، باز میکنید اینجا که باز کردید نگاه کنید یه حالت این توشه، یه اورینگ هم داره که بهترین اورینگ رو عوض کنید. یه دونه سوپاپ داره و یه دونه فنر داره که
اگه رو ماشین باشی چون اینجا رو به پایینه فنر راحت در میاد، ولی اینجا باید اینم فنرشه. اکثر موقع دلیل صفر شدن فرمون یا صدا دادن فرمون همین سوپاپه که همین نگاه این توری خیلی ریز اینجا گرفته میشه، مسدود میشه به خاطر اینکه روغن لجن میبنده، اینجا گرفته میشه و موقع پارک دود میبینید فرمون زیر دستتون صفر شد، چون دیگه روغن بهش نمیرسه، روغن رو پمپ نمیکنه سمت جعبه فرمون، خاطر اون صفر میشه. اینجا رو قشنگ میشورید، تمیز میکنید، اینجا خروجیش از اینجاست، ورودی و خروجی روغن اینجا رو باد میگیرید و میشورید، تمیز میشه و میتونید روغن پمپتون رو عوض کنید و راحت دوباره جا بزنید. دوستان این بعضیا فکر میکنن که این حالت اینا جای اورینگ باشه، میگه اورینگ میندازه، ولی هیچ نیازی به اورینگ و اینا نیست، فابریکیش هم نداره. حالا ما این رو میذاریم رو فنر و میفرستیم داخل. تستش هم اینجوری که باید بازی داشته باشیم مقدار. اونا که انداختیم اورینگ اینو عوض میکنیم و راحت جا میزنیم. با بوکس 24 رو خود ماشین اصلا لازم نیست. اگر میخواد روغن فرمان هیدرولیک عوض کنید، روغن رو عوض کنید، نمیخواد خود پمپ رو باز کنید و سرویس کنید، فقط همین قسمت رو باز میکنید. اون توری یا بعضی یه سوراخ خیلی ریز داره، توری نداره، اون توری یا سوزن رو تمیز میکنید، سفتش میکنید و روغن میریزید و ادامه ماجرا خیلی راحت براتون چند سال دیگه کار میکنه. ولی بهترین حالت سرویس پمپ هیدرولیک و فرمان هر 2 سال یه بار هست. اگه پمپتون بدون اینکه باز کردید و سرویس کردید ایرادی نداره، ولی رو ماشین صدا میده، صدای خشکی میده، انگار روغن بهش نمیرسه، یعنی پمپتون هیچ ایرادی نداره. اینجا رو این قسمت هم تمیز کردید ولی باز هم میبینید صدا میده و فرمون سفته. وقتی که یه خورده گرم میشه فرمون نرمتر میشه. اون ایرادش مخزن پمپ هست که مسدود شده. مخزن رو باید، مخزن پمپ هیدرولیک رو باید در بیارید. قسمت خروجی پمپ مخزن رو یه توری داره که اونجا معمولا همینجور مثل اینجا لجن میگیره و میبنده. اون توریه رو باید تمیز کنید و ببندید با روغن جدید بدون مشکل، بدون برو برگرد، ایراد فرمانتون رفع میشه. حالا این پمپ ما آماده است که ببندیم ماشین. با تشکر.